برادر قیامتی و خواهر قیامتی در شریعت وجود نداره. در شریعت محرم و نامحرم وجود داره. یعنی یک زن نمیتونه با یک مردی بیگانه همچون خواهر قیامتی باشه، یا اینکه یک مرد برای یک زن بیگانه برادر یا اکای قیامتی بشوه. خب یعنی شریعت وقتی که یک چیز منع میکنه، البته در او صدها حکمت هست که ما و شما از او بیخبر هستیم. خب بسیار همین خیلی انسان‌های را دیدیم که خواهر قیامتی و اکای قیامتی میگفتن، ولی اونها عاقبت به زنا مبتلا شدن. خب پس یگان انسان از پیش خودش شریعت پروردگار را شرح و تفصیل کرده گفته نمیتونه که من یگان نیتی بد ندارم، این خواهر قیامتی منه، این اکای قیامتی منه. یگان کس حق نداره ایرا از پیش خودش گپ زنه. کسی که همین خیل چیزها را جایز میدونه، میگه مثلا من دل نیتی بد ندارم، خلاصه این گویا اصحاب پیامبر تهمت به این میکنه که او پاکترین مردهای روی زمین دلهاشون ناپاک بود که از رابطه با زنها، از صحبت کردن با زنها، از همین خیل خواهر قیامتی گرفتن با زنها اونها پرهیز میکردن. اندیشه بکه ای کسی که از پیش خودت شریعت پروردگار را شرح تفصیل میکنی. والله اعلم.